салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, хушомадед ба дарси навбатӣ, дарси 28-ум аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Hello everyone and welcome to our channel. How are you? How is it going? Are you okay? Welcome. خب دوستان گرامی، چگونه که در درس‌های شینا ما و شما اگر پیگیری داشته باشید درس‌ها را یک conversation یا که یک گفتگو می‌گرفتیم و امروز باشد خب گفتگوی ما درباره پرسیدنی مکان هست. یعنی یک جای رو اگر ما بخواهیم بپرسیم با همین طرز میتوانیم بپرسیم. خب خب این گفتگو در بین سهراب و مهری است. سهراب و مهری پرسیدن درباره مکان، موقع در زبان انگلیسی می شود asking about location. Asking about location. خب سهراب میگوید که Excuse me, I am looking for the statue of Ismail Somoni. Do you know where it is? Do you know where it is? خب یعنی excuse me معذرت میخواهم یا که ببخشید. مثلا وقتی که ما و شما یک جا را پرسیدنی هستیم میگیم میبخشید فلان کوچه در کجاست و فلان کوچه چخیل رفته میرسیم. خب ملک یلماز السلام علیکم. و علیکم السلام، خوش آمدین ملک یلماز. hello Melek. How are you? Where are you? خب وقتی که ما و شما پرسان میشیم از یک نفر میگیم ببخشید، بگی بخشیش، میگم معذرت. انا همین در زبان انگلیسی میشد excuse me یعنی یک نفر رو میپرسن excuse me ببخشید معذرت میخوام. I am looking for the statue چی میشود؟ هیکل statue هیکل. I am looking من کوفته شدم، یعنی من جستجو دارم. look نگاه کردن میشود، اما اگر looking for آمد به معنای جستجو میشود، یک چیز رو کوفتن میشود. خب I am looking for the statue of اسماعیل سامانی. من هیکل اسماعیل سامانی را کوفته شدم. یعنی مقصد همون مکانی که هیکل جایگیر شده است در اونجا. Do you know where it is? Do you know where it is? Do you know where it is? آیا شما میدونید که در کجا است؟ آیا شما میدونید که در کجا است؟ مقصد همون هیکل در کجا است. ملکی ماست خیالم پریمیره های ده گفته باید افیر کنیم کو. و مهری میگوید که sure مهری میگوید sure میشود یعنی البته یعنی به معنای مطمئنم، البته، طبعا. خب در زبان تاجیکی میتوانیم ترجمه کنیم که بله البته. Sure, it's down this street on the left. It's down this street on the left. میگه بله البته میدونم وای در همین کوچه، در پایان همین کوچه در طرف دستی چپ است. مثلا ما و شما اگر در نزد کینوتئاتر وطن ایستادگی باشیم یا در نزد صدبرگ ایستادگی باشیم، کسانی که کوچه های دوشنبه، خیابان های دوشنبه را خوب میدونن،
یا وقتی یا در نزد آثارخانه در نزد موزه آثارخانه اگر باشیم، در اینجا میگم که it's down this street. It's down this street. در پایانی همین کوچه. On the left. On the left در طرف دست چپ. خب با اکرم مصطفی همین افیرای شما یاد کردم. زود افیر کنین. خب انشالله همین اینترنت ها مقام نتا، اگر کوشش میکنیم که از این پس بگم که تیزتر بگم که در یک هفته 2 بار 3 بار افیر کنیم. خب وقتی گفت که در آخری همین کوچه هست در طرف دست راست، بعدا سهراب باز میپرسد. سهراب شاکرف بدن درس گذشته با فکرم. سهراب میپرسد که is it far from here? 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 آیا وای یعنی is it همون هیکل در نظر دارد. آیا وای از اینجا دور است؟ آیا وای از اینجا دور است؟ far دور می شود. from از اینجا می شود. here اینجا می شود. Is it far from here? Is it far from here? یا اگر به شکل کسیته خواهیدگی اگر بگیمش is it far from here? Is it far from here? آیا وای از اینجا دور است؟ خب شکر خدا خوبم تنجان ملک الماس، تشکر زیاد. و علیکم السلام و رحمت الله برادر رسول، خوش آمدین. تشکر برای آمدنتان. خب وقتی سهراب گفت که وای از اینجا دور است، مهری در جواب چی گفت؟ مهری گفت که no it's not far. No it's not far. No it's not far. No it's not far. نه وای از اینجا دور نیست. در اینجاییم. No it's not far. No it's not far. نه وای از اینجا دور نیست. خب باز سهراب باز سوال میکند، میگه که how far is it? How far is it? How far is it? یعنی how far is it یعنی چقدر از اینجا دور است مثلا. یعنی وقتی ما یک کوچه را میپرسیم، یک جا را میپرسیم چند وقت میگیره به اونجا رفتن، یا چقدر دور است به اونجا چقدر دور است. خب همین خیلی میشود how far is it? How far is it یعنی چقدر دور است. بعدا مهری میگه که about 800 kilometers. خب اینجا کیلومتر نوشتیم، اینجا متر به فیلم خوبتر میشود به خاطر که یعنی 800 متر، اما 800 کیلومتر و دیگر خیلی دور است. خب about 800 meters. About 800 meters. یا میتونیم همون کیلومتر که بود دوری است میتونیم مثلا بگیم که about 1 kilometer. About 1 kilometers یا 2 kilometers مثلا 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر مثلا. خب یک نفس 74 یک نفس ای اما خفه کردی ای نفهمیدم. یک نفس منظورتون نفهمیدم، یک بار دیگه نویسین خوب میشوه. خب ملک الماس بخشش ما ازبکی نمیدانم. شما قطعی یک نفس که بزنید. معذرت که یک نفس من خط شما رو نو در اینجا دیدم. یک نفس السلام علیکم و علیکم السلام، خوش آمدین. یک نفس استاد خوب هستین؟ سلامتی خوب است؟ شکری خدا خوب امتحان تشکر، سلامت باشین. خب دیگر اینجا تشکر زیاد برادر رسول لطیف گفتن سابشت فرمودم. خب دوستانی که این زمان امکان دارن سابشت بگذارن، اگر بعدا تماشا میکنن در ایمو های واتساپ های یگون بلاگر باشن، کانال داشته باشن، با خوب میشه که یگون پدیدید سکنن تو که درس زبان آموزا با بیشتر شوند. تشکر زیاد برادر رسول. خب وقت سهراب گفت how far is it چند دور است، بعد مهری گفت که about 800 meters یعنی تقریبا 800 متر. سهراب با سوال میکند، میگه که how long. خب در اینجا هستیم. How long does it take to get there? How long does it take to get there? How long does it take to get there? How long does it take to get there?
How long does it take to get there? ها؟ یعنی چند وقت میگیرد به همونجا رفتن؟ چند وقت میگیرد به همونجا رفته رسیدن؟ چند وقت میگیرد به همونجا رفتن و رسیدن؟ خب تشکر زیاد رسول لطیپوف. اوهو اپای فیو اومدن. خوش اومدن اپای فیو. سلام علیکم. و علیکم سلام. تشکر برای اومدنتان. دیروز گفتم اپای فیو نیستن، اگر این سوال ما را زیبا جان خواهرمون درنگ جوابشون میدادن. دیروز افیر روسی بود، بگیم کم مردم جواب دادن. زیبا ما بود باز خوبتر جواب میدادن. خب دوستان عزیز، دو سطر که دیگه هم را تمام کنم، بعدا کامنتارتون رو میخونم. How long does it take to get there? این را خوندیم. چند وقت میگیرد به اونجا رفته رسیدن؟ بعدا مهری میگه که 5 minutes or so. 5 minutes or so. خب در جای 5 میمونیم دیگر رقم 10 minutes or so، یعنی 5 دقیقه یا بیشتر. or چه میشود؟ یا یعنی 5 دقیقه یا بیشتر. مثلا شما در نزدیک کینوتئاتر وطن هستین و یک نفر از شما پرسید، همین خیلی گفتین که همین خیلی روین در پایان کوچه در طرف دست چپ، بعدا پرسید که چند وقت میگیره، میگه که 5 دقیقه یا بیشتر. همین خیلی. خب 5 minutes or so. Thanks a lot. خب سهراب گفت که thanks a lot. Thanks a lot یعنی تشکر زیاد. Thanks a lot تشکر زیاد. و مهری در جواب میگه که you're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. یعنی در ترکی میگیم که نمیارزد. نمیارزد یا باکی ندارد. خب این بود درسی انگلیسی در 99 روز، درسی 28 و گفتگوی 13 conversation 13 asking about location، پرسیدن درباره مکان، یعنی یک جا را پرسیدن. خب اکنون می رویم سراغ کامنت های شما. یک نفس استاد راستی من میخوام زبان عربی را میخواهم آموزم، حداقل گپ زدگی رو چیکار کنم؟ زبان عربی در کانال ما برای نو آموزان و فکرم که هست، اگر خطا نکنم عربی برای نو یادگیران است یا که نو آموزان است. یک بار ببینیمش. خب من راستی نام پاپکا را فراموش کردم. نام پاپکا چی است؟ اما و فکرم که هست، خیلی یک پاپکا هست. خب عربی برای نو آموزان 32 ویدیو های میتونین از اینجا شروع کنین. این برای نو آموزان است، نو یادگیران. خب اگر شما نو آموز نباشین، نو یادگیر نباشین، یا کم بیش بدونین، پس باید اون کورس های دیگر را نیا کنین اینترنت. همین گوگل دوازی چیز از یوتیوب دوازی پلاس، یعنی با زبان تاجیکی نمیدونم هست نیست، اما با زبان روسی، با زبان انگلیسی، با زبان ترکی به نهایت زیاد هستن. خب فیو آباد باشین. ملک خان سازی خوبه. خب من کامنتری که با ما تعلق داشته باشم رو میخونم برای که وقتای شما رو نگیریم. خب فیو گفتم معلم سازی خوبین، شکری خدا خوبیم تنجیم، تشکر زیاد. شما چی حال دارین؟ خوبین؟ دو درک خوارک ما خوبن؟ سلامتشون خوب است؟ خب خب یک نفس یک هفته می شود در افیرو شما را میکنم، اما شما نیستین. جیاناتون خفن شاید کی را در نظر داشته باشین؟ وای ملک خانم رو در نظر داشته باشین شاید.
فعل نوشتن یک همسایه ما آچشونه گذشت از دنیا تا آخر قائل نشدنش چند قشت قطعی هوایم که زیقی نکند مادرشان 51 ساله بودند در حقشان دعا باشه خداوند رحمت و مغفرتشون کنه و صبر جمیل براشون نصیب گردونه. فعل گفتن معلم افیرای بله افیرای افیر من خیام پریمیره نه افیرای. خب کامنتاری که خب بله استاد من پلیلیست های شما را دیدم اما من میخوام که گپ زنی رو آموزم حداقل 30% نمیدونم چیکار کنم. اگر گپ زنی رو آموختن خواهین شما یک کار کنین مثلا یگون موضوع را نویسین در یوتیوب مثلا نویسین که دیالوگ арабского языка مثلا بنویسین یا که نمیدونم با توجیکی هستید خوب با توجیکی هم نویسین مهم یک موضوع را بیاورین از 5 خط یا 10 خط عبارت باشد همون را نویسین در دفترتون نویسین و از یاد کنین در وقت از یاد کردین در نزد آینه همین را تکرار کنین یعنی در طرف آینه همین را بگین مثلا تصور کنین که از اون طرف یک نفر دیگه است اگر مثلا 5-10 جمله برای شما قین باشه دشوار باشه شما مثلا 3 جمله بگیرین 4 جمله بگیرین چو کنین از یاد کنین در نزد آینه همین چیز تکرار کنین اما اگر هر روز نتونین حداقل یک روز پس همین کارا بکنین لیکن در یک هفته یک بار نکنین اگر در یک هفته یک بار کردین از اون در نکردنتون بهتر است بنابراین یا هر روز بکنین یا یک روز پس اما بردوام باشد خیلی نه که مثلا یک روز بگیم که از یاد کردین بعد یک روز مثلا 20 خط از یاد کردین باز میگه که یک هفته پس یا 2 هفته پس دیگه باز از یاد میکنیم خیلیش نمیشه یعنی یک کاری باشه که اندک باشه کم باشه اما بردوام باشه. خب این بود با یک نفس. خب معلم خرسند شدم که افیر کردین سلامت باشین تشکر زیاد اپای فیو. خب اپای فیو میگیم با اون منظور نیست که شما بگیم کلان سال چی باشین یعنی همچون برای احترام. خب اپای فیو برای ما خواهر فیو میشه. سلامت باشین رحمان نویسم. معلم حضور دیگه فقط ای درس میپرسیم هیچ گپ نداره. حکای مصطفی ما تورецкий язык فراموش کردستم کوشش کنین گپ زنین کوشش کنین یک نفر بیاورین حتما گپ زنین مثلا اینو در اینستاگرام دارین قطعی دسترخوان زیبا گپ زنین تا که فراموش نشه مثلا یا یگون نفر دیگر ترک یابین که قطعیش چوکنین گپ زنین تا که فراموش نشود. زبان ممارسه میخواهد زبان تمرین میخواهد مشق میخواهد اگر مشق نکردی این زبان آهسته آهسته فراموش میشود میرود. خب استاد انشالله که این راه را یک سنجم یکی میشود انشالله. تشکر برای مصلحتتون. سلامت باشین. اگر برای از یاد کردن دشوارتون باشه من یک راه دیگه تون میگم پیش از خواب 20 دقیقه پیش از خواب مثلا شما اگر هر روز ساعت 11 خواب رفتنی باشین ساعت 11 نیم 11 و 40 چیکار کنین همون موضوع را از یاد نکنین همون موضوع را 50 بار 100 بار بخونین نشم خیلی از یاد نکنین همین خیلی بخونین تو درجه بخونین که دیگه وقتی که میخونین در اونجاش رس نمیکنین. سحر بخیزین در 10 بار میخونین از یاد میشه. سحر میخیزین همین 10 بار میخونین از یاد میشه با شرطی که شب پیش از خواب تو درجه خوندینش که دیگه در اونجاش کد نخوردین
فقط خواندن اذیت کردن نه و سحر میخزین خب یک کمی کاری که میکنین همون رو چیکار میکنین دفتر میگیرین همون رو اذیت میکنین 10 بار میخونین اذیت میشه. خب احمد جون احمد اومدن. السلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدین برادر احمد جون. رسول لطیفов گفتن اکای ادمین یک بار دیگه сообщить вам یک بار دیگه сообщение مونم نه یک بار کفایگی میکنم. تشکر زیاد. این خدمات شما را فراموش نمیکنیم و هم انشالله که کوشش میکنیم انشالله که در سرخان زیبا و میجا باشن сообщиться میمونم. خب ملک یلماز گفتن که آقای مصطفی شما افیر کردن بس کردین برای هوای افیر کردن بس کردیم اما درسامون ادامه داشتن کو درسا بودن کو ملک بونو dersimiz var. Neden öyle söylüyorsunuz? Dersimiz var. Siz videoya bakabilirsiniz. Tamam mı? خب معلم دختری ما یگان چیره اذیت کنه در پیش آینه با میگم چیکار کرده جنگش میکنم که با آینه گپ نزن این آینه سکرتای خودش داشته. بله بله بهترین کارا میکنم. لایک راستی ای سراسیمگی را لایک فراموش کردم. هیچ گپ نداره. تشکر برای لایک موندن. فیو نوشتن الکت بارسلون دنیا ورد سوزی تنجی دنیا ورد داگی جو مدن دنیا ندیدم این خطی دنیا ورد. خب دنیا ورد سلام علیکم و همه و علیکم سلام. خوش اومدین دنیا ورد. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. خب بله درست گفتید دوستان. انشالله کوشش میکنیم یک نفس نوشتن کوشش کنیم و برای شما موفقیت خواهان هستیم. اوکی مصطفی پریمیر میکنین کم کم اوکی پریمیر با فیلمی با بسیاری معقول نشید و اما خاطر دیگه بس کردیم پریمیر کردن. خب درس امروزه در همینجا به پایان میرسد دوستان ارجمند. این درسی چی بود؟ انگلیسی در 99 روز بود. باز یک درس دیگه است. درس دیگر از کتاب نیو گرامر تایم تقریبا درس 43 است. شاید که همین روز تمام شود شاید که درسی آینده تمام شود با همین از یک کتاب یا که از همون نیو گرامر تایم وان تمام میکنیم. خب با همین خاطر در همینجا خداحافظی میکنیم و شاید که بعد از 5 دقیقه باز افیر گیرون کنیم. اگر خسته شده باشین خب دیگر کفایگی میکنن این روزش با پگاه یا که با اون روز دیگه با گیرون میکنم افیر. اگر خواهش داشته باشین باز از کتاب دیگه کشویم برای ویدیو الهیده شوان هر در یک افیر نیاینده. Dünya World çok teşekkürler hocam. Kolay gelsin. Size ben biraz isim var. Size ben biraz isim var. Rica ederim Dünya World. Teşekkürler. Kolay gelsin için dedin. Size ben biraz isim var. Anlamadım. Dünya World en son kelimeleri anlamadım. Biraz isim var dedin. Onu gerçekten anlamadım. Söyleyebilirsiniz. Окей, Mustafa ефиртона накшем, пожалуйста. Ефир мекшем бо ефир гирон мекунем ба хотири ин видео аз он видео ҷудо шава мақсада.
اوایش انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم است. به همون خاطر Rasul Latif herkesin hoş bir akışı var. Güle güle. Çok teşekkürler Rasul Latifov. Malum ako efire her roz mekne. Her roz şöyle نشود نه که کوشش میکنیم یه روز پس اگر بیاین همین 5 نفر زیاد بیایه هر روز میکنیم اما اگر یه نفر دو نفر باشم همین یه روز پس به فیلم بهتر است. خب Melek Yılmaz Kutan güle güle. Güle güle 5 dakika sonra görüşürüz. Tamam mı? 5 dakika sonra görüşürüz. بعد از 5 dakika باز میبینیم یعنی افلا گیرون میکنیم. ما با ای روی یگان کستونا میگیرم. Klavyatürüm Türkçe نداره biraz işim var. Biraz işim var. Tamam. Tamam güle güle dünya var. فهمم که مسخره ما میگم. خب من هر روز میمونم سبز. تشکر زیاد رسول لطیفوف. تشکر از تمام کسانی که در این درس حضور داشتن، در این افیر حضور داشتن. سلامت سربلند باشین تا افیر نوبتی تا افیر آینده که بعد از 5 دقیقه می شود. خدا نگهدار. Goodbye. See you next stream or next class.